میخوایم امروز که یه روز خیلی قشنگه با هم دیگه بریم و یه سری وسایل خونه بخریم. ابرا رو ببینید چقدر قشنگن، خیلی نازن. از در که وارد شدم این طرحهای هخامنشی چشمم رو گرفت، خیلی خوشگل بود و گفتن که چوب بامبوه. این ظرف رو خریدم، حالا آخر ویدیو بهتون میگم که اصلا چیه و به چه کار میاد. اینم شیشه های نظم دهنده ادویه است که اینم خیلی کاربردیه و کشوی ادویه ها رو خیلی خوشگل میکنه. در چوبیش هم بود. اینا هم چند مدل اسپری روغنه، مثلا این مدل حالت افشانه‌ای داشت. بانک های در چوبی اینجا اصلا کیفیت نداشت و درش خیلی زبر. همینطور که داشتم کار چوبی رو نگاه میکردم چشمم به این نگه دارنده رول دستمال کاغذی خورد. بعد به این فکر کردم که خب این چیزی نیست که آدم بخواد بابتش پول بده، به خاطر اینکه یه چوب بزرگ و یه چوب کوچیک‌تر و یه پایه که از هر تیکه چوبی میتونی استفاده کنی و برای خودت یه نگهدارنده رول دستمال کاغذی بسازی. قیمت این کاسه ها رو خانم فروشنده به هم گفت 1 و خورده ای، اما یه خانم که داشت از بغلم رد میشد و مشتری بود به هم گفت از اینا نخر، یه مدل دیگه هست که در سیلیکونیه، خودشم استیله، حتما از اون مدل بخر. ولی مدل یا برندی که ازش خرید کرده بود رو نمیدونست. اگه شما میدونید توی کامنت ها برام بنویسید. یه نکته هم همین الان راجع به روغن ریز ها بهتون بگم که اگه خواستین روغن ریز بگیرین، اگه یه در کوچیک داخلش داشته باشه که بتونید هر دو در رو ببندید و هیچ راه نفوذ گرد و غباری براش نذارید خیلی عالیه. اگه بتونید یه چیزی پیدا کنید که یه زیری هم داشته باشه که روغن روی کابینت نریزه عالی میشه. ظرفای طرح ترک ظرفای مورد علاقه من هستن که معمولا توی اینترنت دیده بودمشون، ولی اولین باری که الان بهشون دست زدم میبینم که لبه هاشون خیلی تیزه. حالا نمیدونم این کیفیت نداشت یا کلا همینطوره. حالا شما اگه میدونید حتما توی کامنت ها برام بنویسید. 150 ولی لباش خیلی تیزه، احتمالاً که دستو ببره. اون بالا هم 2 مدل جا حبوباتی هستن و یه مدل هم جا برنجیه که خیلی خوشگلن. اینم درش چوبی نبود، جنسش هم شیشه نیست. قیمتش رو 100 خورده ای بود، 160 خورده. سلام، من رفتم خریدم کردم و اومدم و میخوام بهتون نشون بدم که کلا چیا خریدم. اولین چیزی که خریدم، یعنی از بامزه شروع بکنیم دیگه. اولین چیز بامزه که خریدم این شیشه های مال زعفرون و هل و اینجور چیزاست، خیلی جالب بود. اینو از یه مغازه خریدم که میبینید گلگلیه و رنگ زرده که من دوستش دارم. این هم از یه مغازه دیگه خریدم، برند زیباه. بذار نشونتون بدم، اینا هم خیلی خوشگلن. اینا طرح مرغ و خروسن، دراش خیلی نازن که حالت توپ توپی داره. خب بعدی چیزیه که الان شما دارین هم توی تصویر میبینیدش هم نمیبینیدش چون که داره با نور بازی میکنه. اینا خریدم. استیله، این زیر قاشقیه. دیدین که وقتی آشپزی میکنیم هی قاشقمون رو دنبال اینیم که کجا بذاریم، هی ظرف کثیف میکنیم یا هی قاشق باید بشوریم، یه قاشق جدید برمی‌داریم. این دیگه کارمون رو راحت میکنه و چون جنسش استیله، تازه یه قلب کوچیکم اینجا داره، چون جنسش استیله دیگه خیلی راحت میشه شستش و ضرری هم نداره. دیگه چی خریدم؟ این چیه دیگه؟ توی ویدیو نشونتون دادم که یه مدل کوچیکش بود و یه مدل بزرگش، اما اینو دیدم که مدل متوسط بود، برنجشوره و داخلش خودش گفته که میتونید حالا ماکارونی، میوه و اینها هم باش بشوید و یه جوره دیگه آبکشه. فقط این قسمتش یه حالت سطل داره و این قسمتش حالت آبکش داره. خیلی چیز جالب و به نظرم کاربردیه، چون دیدیم وقتی که میخوایم برنج آبکش کنیم هی دستمون اینجاست که برنجا نریزن، این دیگه کارمون رو راحت میکنه. داشتم برای دختر عموم اتفاقا توضیح میدادم که میخوام یه برنجشور بگیرم که دستتو مثلا دیگه نذاری اینجا، و گفت که خب دستتو بذار، حالا مگه چی میشه. از وقتا واقعا اگه یکی جلومون نگیره حسابی خرج میکنیم. اینو ببینید،
این یه مدل خیلی معمولی سیب زمینی پوره کنه که گرفتم. اینو 30 تومن گرفتم. قیمتاشو بذاریم بهتون بگم. این که 30 تومن. اینم متوسط، سایز متوسط رو گرفتم 104,000 تومن. زیر قاشقی رو گرفتم 80 خورده ای. گرفتم دونه 27 تومن، ستاش با هم 81,000 تومن و این یه دونه رو گرفتم 20,000 تومن. یک ظرف ملامین خیلی خوشگله، ببینید چقدر نازه. ظرفای ملامین همون رنگ و لعاب، جدیدن دیدین ظرفای ملامین جدید رو، همون رنگ و لعاب حالت سرامیک رو داره، ولی با این تفاوت که خب نشکنه و ممکنه اینکه لپر بشه هم احتمالش خیلی پایین تره. البته که مطمئن نیستم، یعنی باید ازش استفاده بکنم، ولی خب قطعا ظرفای سرامیکی خیلی بیشتر لپر میشن. خب خرید بعدی من یک کباب زنه. خیلی نیاز داشتم بهش، چون جدیدن یه محصولی گرفتم که کباب پز روگازیه. بهتون نشونش میدم، داخلش غذا هم درست میکنم که ببینید و اگه دوست داشتید تهیه کنید. این یک کباب زنه که این مدلی که داخلش ته داره باعث میشه کباب بهتر بپزه و داخلش دیگه خام نباشه. اینم یه وسیله کاربردی بود. اینا خریدم 35,000 تومان. فریزری خریدم که خیلی نیازه. حالا یه فریزر رو هم کامل میچینیم با هم دیگه و حتما تو ویدیوهای بعدی بهتون میگم که برای هر مواد غذایی کدوم یکی از ظرفای فریزری رو تهیه کنید و از کجا تهیه کنید که براتون خیلی ارزون بیفته. محصول بعدی که خریدم اینه. یه دونه نمیدونم چه برندیه، برندش ننوشته. یه دونه سبد اینطوری داره، داخل یه سبد دیگه میره، آبکشلوره و شما میتونید زیتون، خیارشور، خودشون گفته بودن ترشی هم میتونید، ولی چون که جنسش پلاستیکه به نظرم ترشی نریزی بهتره، چون حالت سرکه‌ای و ممکنه واکنش بده. برای هر کنسروی مناسبه، چون که دست آدم دیگه هر بار خیس نمیشه. اینجوری میکشه بالا، استفاده میکنه، بر میداره، میاره پایین و آب داخلش میمونه، اون مواد خود حالا اون کنسرو یا حالا اون خیارشوره. و اینم درشه که کامل کیپ میشه به نظر من، چون پلاستیکه برای ترشی خیلی مناسبه. محصول دیگه‌ای که گرفتم روغن ریزه. این نمیدونم که حالت افشانه‌ای داشته باشه یا حالت خطی داشته باشه، واقعا از این بابت اطلاعی ندارم، ولی یه دونه از این قیفا داره و یه دکمه اینجوری، جنسش هم شیشه‌ایه و یه صفحه مندرجم داره. امتحانش میکنم حتما. اینو خریدم 79,000 تومان. بهتون میگم که این حالت خطی روغن رو میپاشونه یا حالت افشانه‌ای و حالت گرده‌ای. خب چقدر تو نازی. این تو اینستاگرام دیده بودمش، حالت سسخوری داره، دونه 10,000 تومان خریدمش و خیلی جالبه. این قشنگ این چیزاییه که تو فیلم کره‌ای آدم میبینه. خیلی دوستش دارم. این بهترین خرید امشبم بود. خب اینم 6 تا دونه ازش خریدم. فکر می‌کنم که البته کافی نیست، باید 100 تا دیگه ازش می‌خریدم. خب کمرباریک دسته‌دار، برند کاوه، ایرانیه و قیمتش خیلی مناسب بود. قیمت قبلی گفتم دونه 10,000 تومان و این فکر میکنم هولوهوش 90,000 تومان، یعنی 6 تایش بود، یک دسته کاملش هولوهوش 90,000 تومان بود و از نظر ضخامت هم من قبولش دارم. یعنی واقعا ضخامتش اونجوری نیست که بگم نه این چیه نازکه یا زود میشکنه و به نظر من کیفیتش خیلی خوبه. باز من یه دوره دیگه موقعی که داشتم خرید می‌کردم چکش کردم ببینم که اگه جای زدگی داره عوض کنم و نه، اصلا جای زدگی یا مشکلی نداشت که بخوام عوضش بکنم و ازش راضی بودم. اینترنتی هم میتونید خریدش بکنید. حالا از دیجیکالا نظرات رو بخونید ببینید کدوم فروشنده بهتره و از همون تهیه بکنید. برند کاوه است. من یک اینجوری البته آره کاوه گلس نیکا و اینم پشتش. ممنونم از اینکه من رو سابسکرایب میکنید و تا انتهای این ویدیو همراه من بودین.
اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما برام کامنت بذارید، نظرات خودتون رو به هم بگید. برای بهتر شدنم خیلی به من کمک میکنه و سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید تا هر ویدیو جدیدی که گذاشتم اعلانش براتون بیاد. فعلا